ادامه مسابقه. با این روندی که تیم ایران در پیش گرفته میتونه دروازه عربستان رو باز بکنه. یک توپ فوق‌العاده قرار میکنه اینجا. آخرین تکلم رد میشه. ولید عبدالله مسیر توپ رو عوض میکنه. ضربه کورنر برای تیم ایران. حالا روی دروازه میاد توپ، فرصت به ولید عبدالله برمیگرد پای راست که پای غیر تخصصیشه. چه موقعیتی رو ما از در سینه حبس شده بود. پرتاب برای ایران. ما داریم خوب بازی میکنیم. اگر همین روند ادامه پیدا بکنه انشالله به گل هم خواهیم. چیکار داری میکنی؟ بسن جان ولش کن. ول کن، دستات کثیف میشه، لباسات کثیف میشه، مریض میشی میری خونه مامان دعوت میکنه. ولش کن. این آقا ببین اینجا سپوره رو اینجا تمیز میکنه. بابا جان بری. عطیف. خود عطیف